سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ کیان دارکمن هستم. خوش اومدید به یه ویدیو کالاف دیگه. آقا خوبید؟ سلامتید؟ چطورید؟ احوالاتون خوبه؟ به عشق ویورای گلم یه دنس ململانیمون نشه. بله چرا دنس؟ جاتون تو قلبمه، جای همتون تو قلبمه. بچه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و دنبال یادتون نره که کلی حمایتم میکنید با دنبال کردنتون و لایک کردنتون. بریم سراغ ویدیو. بچه گفتم چرا گان فایت نریم. گان فایت یه گانی و بازی برای همه انتخاب بکنه، خیلی خوبه بچه. امروز اومدیم که این چالش رو با هم دیگه بریم. پس لزبو نگو که تایمت خورده باشه میکشم اتک دیویژن. بچه باور کنید تایمت خورد. بله آقا ما بریم دوباره بیایم. 2000 years later. خب آقا ما اومدیم. سلام علیکم. به به. این چه گانه شیطیه دادی به ما؟ ای بابا بیا، حریف ننداخت، یه دونه حریف کم انداخت. خب باید منتظر باشیم که بچه حریف فرامون بندازه. اوکی چند تا موومنت، بله مولمنت بزنیم. چند تا موومنت های ململانی بزنیم. خب داداش اسکین من دانلود ندارم که. اسکین بات باید داشتی من دانلود ندارم. بچه از این به بعد به دلیل اینکه 1000 تایی شدیم قراره ویدیوهای خیلی خفن بذاریم. مثلا الان 2 تا ویدیو قبل رو برید ببینید، جز خفن ترین ویدیوها هستن. نمیدونم مانجرف چالشی شروع شده، همکاری های من و بقیه آپاراترها شروع شد و از اینجور حرفا. حالا دیگه خیلی وقت یاده. ببین گان فایت یکی رفت اونجا. ببین بچه تو گان فایت باید حواستون جمع باشه. این نمیای سگی براتون میندازه. به نازم یارم دوتاشون هم زد. حله یارم ململانی باشد. خب راند دوم بریم ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم. به اومد ماش شد. اولی دومی اینجاست که ای کیل دوز اومد پشت من و میدونست من کجا. اتمه من بولهک دارم. خلاصه اومد پشت من و کیل دوزشو کرد. لوکاس دادی؟ اکتیویژن؟ داداشم اکتیویژن گوش داد دست گربه. ببین الان دیگه یه نفرم زنده نمیذارم. بنازم بریم. ولی یه والبنک نخورد، مشکلی نداره. ببین گوش رو داده دست گربه. ببین به خدا مگه بذارم این اولی؟ اگه من گذاشتم شما زنده بمونی، اینم دومی. نوکرم. خدا وکیلی کی توی ایران ادعا داشته باشه توی اسنایپ. تو شاتگان بد نوبم بچه ها، یعنی تو شاتگان بد نوبم. حتی تو مولتی تو بتل اوکیم، تو بتل اسنایپ نوبم. اصلا یه جوریم کلا من. به ببین ای اومد من نوت کنه. یارم کن نوت کنی. بیا پایین نوکرم. ببین تو راند اسنایپ یه دونه کیلم نداشتم یارم بزنه. هر 2 تا راندشم خودم همه رو زدم. نوکر این چه اسنایپی دیگه؟ ایراد نره، با همینم من میزنم بشون. آرتیک آرتیک 50 چیه؟ چقدر مزخرف چیدن. بله بمیر لامصب. بابا چرا شاد نمیخوری؟ بابا من ریدم تو این استایپ. من این رو دیگه بر نمیدارم. نگاه کن نوب سگا نگاه. وای خیلی نوب سگی یار عزیزم که اگه داری این ویدیو رو نگاه میکنی خیلی نوب سگی بی تربیت. اوکی بابا من با این گانه نمیتونم بزنم. بذار من کولت بزنم حداقل.
نگاه کن کجایی شما؟ ای وای ای وای لعنت بهت خطگیری سطح. اوکی ولی من یکیشونو زدم دیگه. اینم که نوبسگه دیگه چه انتظاری ازش داری؟ اومدن رسیدن نوبسگ رسیدن یار نوبسگ من. یک گان داد. آها این کلته بچه خیلی خوبه. من با این کلته میزنم. حله بچه رواله. من با این کلته میزنم. بیاد ببینم. ای بابا کجایی شما عزیزه دل من؟ بابا چرا میمیری؟ بچه ها توی گانفات یه چیزی که مهمه بهتون بگم، اگر شما دمیج بخورید هیچ وقت اچپیتون دوباره پر نمیشه و همینجوری دمیج میمونید. این خیلی بده و اینکه خیلی بده. داداش از کجا اومدی؟ بله راند 1 2 3 4 5 6 7 راند 8م. ببین رسیدن یه باختیم دیگه. تا وقتی که به من M13 خدا ندید همینجوری میبازیم. خب بله ماشاءالله یارم. بابا یه شات زدم ای دوست. چرا؟ ببین من لینگ همین کلت دارم. خب حتی همون اپیکش که توی وان شات وان کیل بود بچه با پویا رفته بودیم. الان ویدیوش این بالا واسهتون میاد. آره تو اون ویدیو وان شات وان کیله چیکار کردیم؟ این همون کلت آبیه بودش. حالا من دانلود نداشتمش. من اونو تو اکانت دارم. دقیقا من همونو میندازم با یه اتچمنت خوب وان شات میکنه. این کلت های اکتیویژن بنازم اصلا خوب نیستن اتچمنتشون. چیه یارو یه ایم انداخته اندازه آرپیچی بزنم نمیدونم چیه. وای بچه 0 اچ پی که نه 2 اچ پی هم یا 1 اچ پی. اچ پی کمه باختم. البته اگه با شات کن بیاد که کلا وان شاتم. وای بابا صدا پات داره میاد. رسیدن یا خدا. من عمرن بذارم این مچ رو ببازیم. عمرن من بذارم. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. خب بریم واسه راند چندم 4. حالا خلاصه دیگه این راند بله یار نوب سگ ما مرد. ما هم میسرفت تو شاتکام. بازیشون تو شاتکام خوبه. کار منم میسرفت. اوکی راند فینیشن بچه ها. راند فینیشن راند پایانی. چیکار کنیم؟ ببین یار نوبسگ منم نگاه کنید ناموسم یه سری میمیره. اصلا خیلی نوبسگه. بیا ببینم نام یا خدا اومد. بسم الله نایف. وای برکن بابا اعصابم داغون شد. والا به خدا میایم کالاف یکم بازی کنیم اعصابمو به هاپو میره. خب آقا یه دست دیگه بریم. این دست رو باختیم ولی قول میدم دست بعد رو ببریم. خدا وکیلی قول میدم دیگه. قول مردونه. اگه تایمت نخوره بریم تو گیم. اوکی حله. اصلا استارت نمیشه. نه اوکی. خب بچه ها تایمت نخوردش و ما وارد گیم شدیم. ببینیم که این دست میبریم یا نه. باز این تیرکمونه رو داد. بابا باز این تیرکمون فشاریه رو دادی. اوکی بیا ببینم. بیا اولی.
ای میس رفت غلط کردم میس رفت به نازم یارم. اوکی راند دوم داداش دوتامونم یکی زدیم و چرا اوکی خب بیا پایین همش میره اون بالا با من میخوای آتاری بازی کنی. بیا پایین تر از حد ممکن. دادو به یا بیرون. وای میس رفت وای دمنجم تیر زد ایمم رفت اونور. نگاه نوبسک و کمپر رو نگاه. وای خدایا این چه یاراییه. تامنیل ویدیو بازی با یارهای نوبسک. بزن این دیگه شانسی ادا از پشت دیوار رد شد دیگه. این اوکی 2-0 فشار در گان فایت. باز این کلته رو داری راد نرم. من با این کلته همشون رو میزنم. بیا رفت تو اونجایی. اوکی گوشی داداش اومد. بخواب بینم بچه. صدا پا دارم. صدا پا کیان آماده دیگه. ماشالله بزنش کیان. نوکرم 3-0. ببین این دست پیشم همینجوری ترای هارد رفتیم دیگه تا 4 دیگه 4 به بعد و دیگه آره. خب 4 تا کی 2 تا کی یه دونه کی حل بزنم. خب کجایی وای یارم مرده. تمام ایزی تمام 4-0 این دست. ببین دست پیشم همینجوری تروی هارد رفتیم و یه دونه باختیم دیگه کلا باختیم. نباید یه دونه میس بدیم بچه. یه دونه راند میس بدیم اونا ببرن دیگه کلا باختیم. این اولیش اینم دومیشون. بالای دوشون کیلدوزی کرد ولی اوکی 5-0 دیگه بردیم. به بچه با این نایفه میخوام بزنم. با این چیزه با این نایفه ببینی پرشو. راستینه من دست چپ کردم بچه. اگر آموزش این که اسموک و نایف و نید و اینا رو با دست چپ بندازید و میخواید، اگر این ویدیو بالای حالا لایک و ایناشو ول کن تو کامنت ها میبینم. اگر دوست داشتید گفتید که بذار میذارم. اگر بیش از 10 نفر 20 نفر گفتید که بذار حتما واسه تو آموزشش رو ستینگش رو میذارم. خب این بود از این مچ های زیبامون. فقط کیلا رو نگاه کن. به خب دوستان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد فعلا بدرود.